سلام و درود خدمت دوستای عزیزم. بریم برای شروع پادکستمون فصل اول. ممنونم که با کامنت ها و لایکاتون منو همراهی میکنید و بهم انگیزه و انرژی میدید. بریم برای شروع. به نام حضرت دوست که هرچه داریم و نداریم از اوست. فصل اول، از خیال تا قدم اول. بخش اول، رویا شیرینی خیال. گاهی خیال پناهگاه ماست، جایی که می توانیم هر آنچه را در دنیای واقعی نداریم به راحتی در ذهنمان بسازیم. در خیال شکست وجود ندارد، خستگی معنا ندارد و همه چیز در زیباترین حالت ممکن پیش می رود. اما همین شیرینی خیال گاهی ما را فریب می دهد. ما در دنیایی میمانیم که فقط در ذهنمان ساخته شده، بی آنکه برای ساختنش در واقعیت حتی قدمی برداریم. رویا زیباست، اما اگر در خیال بماند آرام آرام به حسرت تبدیل می شود. بخش دوم، دام خیال پردازی. سالها در خیالهایم زندگی کردم و هر شب چشمهایم را می‌بستم و خودم را در دنیایی می‌دیدم که همه چیز طبق آرزوهایم پیش می‌رفت. در آن دنیا من موفق بودم، شاد بودم و به همه چیز رسیده بودم. اما صبح که بیدار می‌شدم هیچ چیز تغییر نکرده بود، همه چیز همان چیزی بود که دیروز بود. فقط من بودم و همان زندگی تکراری. خیال به من حس خوش موقت میداد، اما کم کم فهمیدم این حس فقط مرا از عمل دور می کند. وقتی بیش از حد خیال می پردازیم مغزمان فکر می کند که انگار واقعا کاری کرده ایم یا قدمی برداشته ایم. به همین دلیل دیگر انرژی برای عمل کردن نمی ماند. بنابراین فهمیدم اگر واقعا بخواهم چیزی را تغییر دهم باید از خیال بیرون بیایم و باید دست به کار شوم. بخش سوم، اولین جرقه تغییر. یک روز در میان همه روزهای تکراری از خودم پرسیدم تا کی فقط در ذهنم زندگی کنم؟ همان لحظه در درونم صدای آرام گفت اگر واقعا چیزی میخواهی باید از جا برخیزی و هیچ کس برایت نمیسازد جز خودت. آن روز تصمیم گرفتم دیگر منتظر نمانم. تصمیم گرفتم حتی اگر سخت است، حتی اگر بارها شکست بخورم، باز هم تلاش کنم. چون دریافتم که شکست در مسیر 1000 بار بهتر از ماندن در خیال است. اولین قدم سخت‌ترین قدم بود. ترس داشتم، شک داشتم، اما یک چیز درونم روشن بود. اگر همین امروز شروع نکنم هیچ وقت شروع نخواهم کرد. بخش چهارم، در جستجوی مسیر. وقتی برای اولین بار شروع کردم نمیدانستم از کجا باید آغاز کنم. گیج بودم، بارها شکست خوردم، بارها ناامید شدم و خسته شدم. اما هر بار دوباره بلند شدم. در مسیر فهمیدم که هیچ کس از ابتدا بلد نیست. مسیر با قدم‌های ما ساخته می شود. هیچ راه کاملی وجود ندارد. هر خطا درسی بود که مرا قوی‌تر کرد. به قول نیچه هر آنچه مرا نشکند مرا قوی‌تر می کند. کم کم یاد گرفتم که نباید منتظر شرایط ایدئال برای شروع و ادامه مسیر بمانم. نباید بگویم وقتی وقتش شد. وقت واقعی همین حالاست. هر لحظه‌ای که دست به کار شوی همان بهترین لحظه است. راه سخت و ناهموار بود، اما در عین حال زیبا نیز بود. چون در هر قدم خود واقعیم را بیشتر می شناختم. فهمیدم تلاش حتی اگر هنوز به نتیجه نرسیده باشد خودش نوعی پیروزی است. بخش پنجم، نتیجه و تعامل فصل اول. رویا زیباست اما کافی نیست. خیال آرامش می دهد اما زندگی را نمی سازد. ما باید از دنیای ذهن بیرون بیاییم و در دنیای عمل همان چیزی را بسازیم که در ذهنمان پرورانده ایم.
هر حرکت کوچک، هر قدم، هر چند لرزان ما را از خیال به واقعیت نزدیک می کند. اگر در خیال بمانی آرزو خواهی داشت، اما اگر عمل کنی آینده خواهی داشت. تمرین فصل اول. دوستای من، یه تمرین کوچیک توی فصل اول هست که تمرینش میگه که از خودت بپرس آیا من در رویا زندگی میکنم؟ آیا جرأت کردم قدم اولمو بردارم یا نه؟ لطفاً این دو سوال از خودتون بپرسین و اگه میتونید امکانش براتون هست یادداشت کنید و جوابشون رو به خودتون بدید تا برای فصل‌های بعد راحت تر بتونیم با هم پیشرفت کنیم. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید. خسته نباشید.